برنامه غذایی سازمان ملل متحد تحقیقات خود را زیر عنوان وضع آسیب‌پذیری غذا در جهان 2015 The State of Food Insecurity in the World 2015 نشر کرده است. در آن گفته می شود بیشتر از 33% اهالی تاجیکستان با تهدید گرسنگی روبرو هستند. این گروه مردم از معیار کمتر خوراک می خورند. ارقام جالب توجه در این تحلیل این است که شماره آنهایی که با تهدید گرسنگی روبرویند در سالهای 2014 2016 از شماری همین گروه مردم در سالهای 1990 1992 قریب 2 برابر بیشتر بوده است. یعنی وضع اقتصادی مردم نظر به آن سالها برخلاف دعواهای حکومت تاجیکستان به مراتب بدتر شده است. اگر در سالهای 1990 1992 شماری گرسنگان 1,600,000 نفر باشند، در سالهای 2014 2016 این عدد به 2,900,000 نفر رسیده است. این رقم برای سالهای 2000 2002 2,500,000 بوده است. سازمان ملل متحد شماری نفران روبرو به تهدید گرسنگی در تاجیکستان را 2.9 میلیون برآورده آن را 33.2% گفته است. اما به نظر می رسد این سازمان با نفوذ شماری آنهایی را که در خارج اساساً در روسیه زندگی می کنند به حساب نگرفته است. با اطلاع کارشناسان شماری به خارج کوچ‌بستگان حداقل 1.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. در صورت به نظر گرفتن این رقم درصدی که گرسنگی برایشان تهدید می‌کند به 50% نزدیک می‌شود. گفته می‌شود وضع تاجیکستان فقیرترین کشور آسیای مرکزی از لحاظ تهدید گرسنگی تنها از چند کشور قاره افریقا بهتر بوده است. این گزارش در حالی نشر شده است که مقامات تاجیکستان با افتخار از بیرون رفتن تاجیکستان از روی خط کشورهای فقیر حرف میزنند.